شما کردن دش کردن همون شما همین مسئله یک برادرای عزیز و گرامی، مسئله که یکدیگر همین روسیه که چند سالی که همین خدای مهربان که باور کنیم برادرها، این جایی که جایی چی بگیم خیلی یگان قرض دیگر ما را نفهمیدون. من هر گاهی همین روسیه خانه میرم هم خیلی در دل میگم که دیگه همونس نمیرم، هم خیلی دم میگم برای که خیلی سفر کاری مشکله برادرها. ما را چندین مقامات ها و هر جا نمی میبره و 3 ساعت و 4 ساعت و پرس و پاس و خیلی همین کاردو همین مقصد به هر حال سفر بسیار مشکله، کار دین کاری وزنینه، ولی خیلی خدای مهربان خیلی شانتیه وقتی بعضی برادرها که بسیار خواهش و اکی این دفعه ما همون فارم آمدیم که وقتی ما را چیز کردن خیلی بسیار همون مفتی خبر کم بچه ها هم بسیار خواهش کردن که در اینجا شما باید اشتراک کنین. ما مقصد برآمده آمدیم. خیلی بعد برآمدن دیگر در مردم تاجیک ما که اصلا خدا برکتشون بسیار دوست دارن و مهمان نوازن، هر یک کدامش دیگر خواهش میکنن که جای ما و شهر ما و همین خلقتی ما با مردم ملاقات ها میکنیم. لیکن در هر ملاقات میام مردم همین فقط داد ای دستی همین پسردنیکو داد ای دستی همیان داد ای دستی کسایی که میبرن مردم کار میفرمانن، فریب میکنن، حقشون هم میخوان. برادرای عزیز و گرامی، در همه جایین یا در کجای باشین نباشین از خدا بترسین، ای خدا بترسین. به خدا قسم فکر نکنین که شما این مردم فریب کردین حقشون خوردین. نه، شما این را فریب کردن نمیتونین. همین یک آهی دلی میکنه کو میگه خدای مهربان زهری تنت شوه کو، یا میگه خدا نصیبت نکنه. سخن ای آدم مظلوم ای روی حدیث 7 آسمان هم میگه سوراخ میکنه میگذره، یگان پرده نیست. الله میگه راستا میگه سخن ای آدم میآید، دعای راستا میآید. وقتی دعایی که رفت ای نزد خدای مهربان برای پشتیبانی این البته به البته چاره دیده می شود. لیکن تو عذاب یا درد خدا را طاقتش نداری برادر عزیز، نداری. در دنیا هم همین از وقتش تاجیک ما برادرای یک گپ داشتن میگفتن که درخت از آب و انسان ای دعا. اکو وقتی از دعا سبزم که شوی با ای دعا از دعا با برادر بدبخت هم میشه. این مردمی که در اینجا میآیند یا ایروی مستی نمیان کاخی اینجا آمدن برادرها یا ضرورت پیدا شدگی های. اینا خیلی و خیلی مشکلات بالاشون آمد. بسیاری هم اینا را من زمانی در مسجد بودم به نام خدا بیاد دارم صدها آدم در بلیت خریدگیم، خودم خریدم گفتم برم قرض نه ما بگی برم قرض قطعی میخستن می آمدن مقصد در همین جا کار کنن با قرض. بسیارش با ای بانک ها قرض میگرفتن. تصور که برادر عزیز و گرامی آخه همین رحمت در کجای انصافت در کجای. او پیغمبر نازنین میگه من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. پیغمبر میگه کسی اگر به مردم رحم نکنه الله با او رحم نمیکنه، الله با او رحم نمیکنه. الله رحم نکرد ای برادر تیکه تیکه میشه، به خدا قسم پاره میشه. او تو چی چند قزوری نمی یک اندک اگر میکروب هم میگیرد در این مینه سرت بپرتویه یک عمر حرف کردن کچوه دیوانه میگردی، هیچی نیستی. الله ظلم بسیار بد میبینه، بسیار الله مهربان ظلم بد میبینه. این ظلمه. فریب نکنین برادر عزیز، فکر نکنین که او شما که مقصد آشی بدن تان بشه، نه هیچ وقت. زین لحاظ
дар нисбати ҳаққи якдигар бисёр эҳтиёт кунем. Бародаре аз эҳтиёт кунем. Майлаш ту пасведни ки ҳақта бигир. ҳаққи та ҳамо аст ки бародари азиз инамиҷада ман 100,000 мақсад ман маслиҳат кардагиюм. 100,000 маслиҳат чидай? Додари ҷон, инами 80,000-аш ҳаққи шумо, инами 20,000ша барое ки ман кортон ёфтам, ина ман мегирам. Гапа ҳақша бугӯям, мардако буган ака 100 ҷони худо мо ҳами корро ба гардан мегирем. Бигиям 20,000 аз худат оши баданат. Яке 80 баъд 100,000 бигири биёю бо дар иҷа чорзону бизанию рӯ та сафеду сияҳ кунию мо ҳами бози бародарем як 70,000 60,000 бугӯй қисми зиёдша нишон натӣ во ҳамаш ҳароманд. во ҳароманд бародари азиз. рай дурусташ ҳаст. охи худо арақа ҳаром гуфтай, ираби сокҳои нозаниша ҳалол гуфтай. охи худо процента ҳаром гуфтай, лекин музорабара ҳалол гуфтай. ҳамиам роҳи ҳалол дора. ҳақ шабугу ҳалол, дурӯғ гуфти ҳаром. а ту вақте ҳаром мехӯрӣ, қуръон мегад ки я аyyuhallazina аману, касоне ки имон доред, кулу минат тайиботи ва амалу солиҳан. алло рабин, касоне ки имон доред, аввал луқмата ҳалол ку, баъд мара ибодат ку. аввал луқмата ҳалол ку, баъд мара ибодат ку. ту аку суми мардум дар кисату ороқ зада сер бигардиву бо биёй дар иҷа ҷума бихонӣ, ҷумаи хок мешава. на ҷумат қабулай, на шанбе қабулай, ҳеҷ комш қабул нест. барои ҳамин бародарои азиз, ин луқмаи ҳалол бисёр нақши муҳим дорад. бисёр нақши муҳим дорад. барои ҳамин якдигара фиреб накунем, ҳаққи якдигара нахӯрем. фикр мекунам ҳадис дигар намеёрам. ба худо қасам чандин ҳадисҳо дар зеҳном дорам. лекин як нукта бас аст, агар шуур аст, варна чу чароғ пеши кур аст. барои одами бофаҳмам як ишораш басад. алло хайртон. та ягон саволи дигар бошед марҳамат. саволои хатине ки ба ёдам намонда. хондум шон сариё ҳамҷа партуфтум шон. шаш савол буда. ҳамҷа агар ҳамун нависондагӣ боша бига, набоша фаромӯшшон кам ба худо. шаш савол буда, хондум шон. лекин ҳамҷа партуфтум шон ма хонада. Майли, саволы боша, марҳамат. Если какие вопросы, пожалуйста, ребята. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи шумо бедавар ба ин шахс. хуш бош. Як савол буд дар ҳамин масъалаи таяммум ки об бошаду, лекин ҳаво хунук аст, дар сири объект ҳасти. طهارت کردن میشود، لیکن ممکن که سلامتی گم میشود. اینجا میشود که تیمم کردن همون نماز یک نمازی که در همون جا هستی همه با تیمم میشود. تیمم اصلا همین عوض کننده در همین خیلی حالت ها هست. حالتی که وقتی یا آب نباشه یا آب باشه و خنک باشه و گپ در این که با همون آب در تو زیان بده. وقتی اگر تو با او طهارت کنی زیان برسونه. همین حالت تیمم کردن امکان داره. لیکن اینجا یک کاره. اگر مقصد ما فقط همین بین پا را شستن ده، ترسمان همین باشه که آبی خنک ممکنه که ما را پرستاتیت کنه، ممکن که مقصد یگان زیان ها و ضرر داشته باشه، وقتی که شما قضای حاجت رفتین در همین خیلی حالت شرط نیست که بین پا را آب برسونید. شما میتونید که با همون مثال هر یک هم توالتنی بومگویی که هست نقص تازه کنید که یگان اثر نجاست بین پا نمونه، باقیش اگر دست رو را با آب کنید زیان تانته، ایش بهترین صورت شه. بیگه دا بعد که آمدین عصر شامای بعد برای اونش برادر عزیز بعد مستحب تمه کنی و دیلکت قرار میگیره و دیگه نمازات خواندن میگیری. برای بیشتر همین آب زیانش در همین بین پا میرسه. لیکن اگر این قدر خنکی هست که مقصد اگر درون بزنم ممکن بیرون مینوس هوای
همین روام در زلطه چشمام در زلطه در این حالت میتونیم با طریق اولاد تیمم کنیم هیچی باقی نداره خدا رحمت. سلامت باشه سلام علیکم. علیکم سلام بابا جی ما دیگه شهر کورکنی اومدیم یعنی که راه ما دوزه راه هست ما همینجا من میدونم که وقت چند تا میزنم چون که کار میشه وقتی که جالمون زدیش نمیشه صبحش خب همون نماز چی باید بخونیم چون که همینجا اومدیم ما یک ماه درست شد نماز فرضی رو چگونه بخونیم این خیلی برادر عزیز اصلا در مذهب خودمان ابو حنیفه رحمت الله گویم حسابی 88 کیلومتر و 400 متر میگن مرحمت شیخ مرحمت کجا میشینه کجا میشینه خوری دکتر تا سواری یک تکه بالا بری چی میشه آزاد بشین آزاد بشین چیش انا در مذهب خودمان یعنی مذهب ابو حنیفه برادر عزیز 88 کیلومتر و 400 متر مقصد تعیین شدگی است که همین مقدار اگر از خانه اراده سفر داشته باشید تو مسافری یعنی اگر از یادتون نره حساب کنید 89 یا 90 کیلومتر یعنی تا از خانه وقتی همین مسافت را طی کردی مقصدت برآمدن که باشد تو مسافری فقط در اینجا یک چیزه که نیت تا 15 روزه باشه من همون منطقه‌ای که میرم که ای 90 یا ای 90 زیاده من مقصدم 15 روز ایستادن من در راه و در همون جا منطقه رسیدگیم قصر میخونم یعنی 4 رکعت را 2 رکعت میخونم فرضا را 3 رکعت فرض شما مثل خودش میمونه انا لیکن نیت ما 15 زیاد باشه 16 روز 17 20 ماه الکی در اونجا که رفت من پره میخونم اگر نیت معلوم نباشه ما پای کار رفتیم داداری مواری هم 2 روز نشده 3 روز میشنم میگن یه هفته پس یه هفته دیگه میگن 10 روز پس معلوم نیست تو قصر خواندن میگیری زیرا تا زیرا ولی نیت معلوم نیست برای نیت که معلوم نباشد سال که بیستی قصر میکنی فهمیدین دو درست با چی داریم برادر عزیز حضرت یک چیز برای همون قصر خوندن همون سنت هم باید حتما بخونن که سنت در مذهب خودمان ابو حنیفه برادر شرط داره شرطش میگه همینه که سفرتون سفری براحت باشه اگر یعنی یگان تعجیلی نیستین یگان خیلی یگان کس شما را بسیار مثال راهتون دقیقاتون مقصد حسابی نیست با حضور در اختیار اختونین میگه در این حالت بخونینش انشالله ثواب میگیرین لیکن اگر به شرطی که مثال در مسافرت اگر یکی سنت هم که ترک کردن گناهگار نمیشه لیکن خوانینش ثواب میگیرین اگر در درون باید باشیم که ما زیاده از روز میریم خودی پای سنت رو بخونیم این خیلی اینجا هستن اگر درون پای سمالیوت به حضور به حضور یا همیشه تگید همی رفته ایست دیگه هیچ یکان کار نیست ایو مثال راه های یک همی او مشکل هم نیست هم 4 باره همی سرک دخم راست میکنی بود میشود او رای سفر انشالله با دعا میکنی با خدای مهربان سفر ما بخیر کنه گفته این خوبه نغزه ما کاری ما فقط طرف دیرمه ده قشلوقا بودیم ماشین دارم خستریم مثلا زمستون گرمه ده خر برم در سفاره داریم زمستون 40 گرادوس 3 گرادوس 50 گرادوس خیلی مقصد ما دام بریم ماشین نمازم و خوندم شتم بخونیم میشه درست اگر بیرون همین خیلی گرادوسی که شما میگین خنک باشه بیرون در برآمدن در شما همون 2 رکعت یا 3 رکعتی که نماز میخونین خب در همین حالت اگر شما را مثال زیان ها داره که در چشم تای در گوشت تای در دهان تای خب زیان داره در دندان تای برای همین اسلام همین را به نظر میگیره میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها هیچ کدام شما را الله تکلیف نمیده مگر قدر مقدار همون امکانیتی که هست برای همین در این خیلی حالت ها میشتونید شما در همون ماشیناتون با اشاره نمازاتون خونید. روز یک بچه گفت که من راه دا گفت همین مقصد ماشین قط میرم میام بعضی روزا میشه شامده هم جنگل دایم تاریکای
بیرون میبره یک خرسه یک گرگای زیان داره. در این خیلی حالت ها برادر از درون ماشینتون میتونین بشینین به حضور نمازتون خوانین تا یگان زیان به سرتون نیاید. خیر یا رب العالمین. Здорово, бо саволо боша марҳамат шабнак. Вопросы, ребята, что-то братья киргизы вопросы не задают, азербайджанцы, узбеки. Давайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Другие братья, давайте. Понимаем. Давай, вопрос. Ответ не понимаем. Ответ мы переводим, что? Мы переводим ответ. Ничего страшного. Братьям киргизам вот переводим. Наш брат. خیلی برکت بیاید انشالله. خدا خواهد فکر میکنم از دیگر چیزی نمانده که مشکل باشه برای شما یافتن. شاید همین اینترنت ها هم پره. فقط از شما خواهش برادرای عزیز که مقصد در همه در کجای باشه نباشیم به یاد خدا نباشیم. بندگی خدا را هیچگاه فراموش نکنیم. حرکت کنید که ای فرمودهای خدا بیرون نبرویم. بعد شما انشالله اهل سعادت و اهل نیکبخت هستید. الله مهربان همتون تن صحت بتو، ایمان کامل بتو، سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. یه خیلی بچه های سراسیمه هم برین بچه ها برین کاراشون باشه چی گپی نمیخوید. بچه های استیاری در حق حضرت دعا میکنم سفر کنم ها دعا میکنم در حق ما دعا کردن در حق حضرت السلام علیکم. گفتست اکای حاجی میرزا من دو فرزند دارم. یک سال شد که در روسیه هستم. اویله من از خانه برآمده رفت به خانه پدر و مادرش. پدر من 4 مرتبه برای آوردن وی رفت ولی وی نآمد. خسرو خشتامن باشه گفتند که نمی رود تا وقتی که شوهرش از روسیه نیاید. من مادر بیمار دارم. مادر بیماری مرا رفت پرتافته رفت. برای چی رفت؟ برای آن که من در روسیه. من یک چند بار زنگ زدم ولی آن گپی مرا نگرفت. مادر کسلی مرا پرتافته رفت. من برای همین خاطر من چه مثال به همین خاطر با وی زندگی کردن نمیخواهم. شما گویید که در این وضعیت مقصد در همین مثال در همین وضعیت در خلاص برادر عزیز و گرامی در این وضعیت حق طلاق کردن نداری. حق طلاق کردن تو نداری زیرا که عذر زنک هم عذره. نبودن تو برادر عزیز سببی انا همین بگیم مشکلاتی که در همونجا شده سببی نبودن شد. برای همین این معنی را ندارد که وی مادرت را نگاه نکرد تو را باید طلاق کنی. مادرت را نگاه نکرد اپا داری، خواهر داری و یگان اولاد دیگه داری، بیا را چتا نگاه کنه. اگر حکم شریعت بگیریم من که راضیم خدا برکت همون زنایی را که میستن پدر و مادر شما را نگاه میکنن اگرچه در گردن او ای نه فرضه نه واجب ولی مادام نگاه میکنن و حرمت میکنن خدا برکت شمته ولی عذر اونها هم برادر عزیز پذیرفته میشود. وقتی شما نیستین وای در خانه شما مثال ببینین همون مادرهای هست که بیمارن نه که در همون حالت بیماری با قوری هم کل نمیکنن. این خیلیش هم هست. همین خیلیش میکنن و بیچاره رو بجان میزنن. ای دسته مادرامون، ای دسته پدرامون، دادرامون، خواهرامون همه هم در هم دارن خسته شدگی. این چیزها هم برادرای عزیز باید به نظر بگیریم اکو. یک دنگپ اگر خشتامانت یک تطامی خشتامان یک گپ بگه خسر تون یک گپ بگه دیوانه میشین. چرا شما برداشت ندارین؟ او باید برداشت کنه. از شما باید برداشت نکنید. این شریعتی نیست که این شریعت فقط حق میده سیتره بالا نکه. قرآن میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. تو لباسی زنکی زنک لباسی تای. این شریعت معین که
برای همین دادر عزیز حق نداره که تو طلاق کنی که مادری مرا نگاه نکرد. برای اگر طلاق کنی تو گناهگاری. حتی مادر مجبور کنه بگه طلاقش کن، تو گپی مادر را باید نگیری. لا طاعت فی معصیت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پیامبر میگه مخلوق در عاصی شدن خالق اطاعت نکنی. تو طلاق میکنی، الله را خود نارضا میکنی، مادر ترازی میکنی، تمام. برای همین این چیزها را به نظر بگیرین برادرای عزیز. به نظر بگیرین که این کارم کاری وضعی نه. یک بارک او طرف هم اهمیت بتین، او هم حق داره. Извините, конечно, вот наши гости завтра утром улетают. Нам надо всем хором, джамаатам, дуа делать ради них. Поэтому прошу, кто из вас вот Хазрати дуа сделайте. Я думаю, лучше, как говорится, джамаат нас каждый день видит. Хаджи Мирзо, он тем более мусафир. Я думаю, если он дуа сделает, еще лучше будет. Тем более дуа у мусафира Если вы принимается. разрешаете, Конечно, конечно. вы разрешаете. Мы с радостью. تاریخ یک باید بخونم. Ага, البته. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الهی توی پادشاهی همه ز رحمت ببخشایی گناهی همه ناتوان و توانا تویی همه بیچون و بیچگونه تویی تو هستی سمیع و تو هستی بصیر تو هستی علی کل شیء قدیر نکردم نماز و ندادم زکات به این بندگی از تو خواهم نجات به موی سفید و بروی سیاه توی پروردگار و منم پرگناه الهی ندارم پناه غیر تو خود فرمودهی که لا تقنطوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادر از پیش دعا یک چیز گویم که امین الماز حضرت مقصد همین جا آمدیم چقدر برای ما احترام میگذارن، حرمت میکنن، قدر میکنن. در خبرسکم احمد حضرت بود، بسیار مهنت و زحمت زیاد برای همین دین و برای همین بهبودی ها مدرسه و مسجد ها میکنن. اکا ما چیزایی را که با چشم دیدیستیم از حرکت های همین ها اکا هر کس درنش الله میدونه، ما همین ظاهر و بیرون آدم ها میبینیم، خب به همون بهاگذاری میکنیم. ما شما هم خواهش میکنیم برادرها که همینا که مسئولن همین را چیزی 10 ثانیه حرمت کنین، قدردانیشون کنین. خب خدا خواهد برادری مسلمان مونن. خب در همینجا بگیم یا نماینده مسلمان ایما و شما در همین شهرها هستند. برای همین هیچ وقت یا را با چشمی خورد نگاه نکنید که مقصد ای قد فلانی نمیشه و گفتای مردم ما چقدر چین میکنن که یک کس با یک کس دیگه اینطوری چین کنی در اینجا نباشه برادران. همه یا را حرمت کن در کار، با قدر یا هم رسیدن در کار.
خداوند آمین. خیر احسان ها را قبول گرداند. گذشتگان همه ما و شما را خداوند رحمت و مغفرت کند و خدای مهربان در کارهاتون، در حیاتون، در توفیقاتون خداوند برکات نصیب گرداند و الله همه ما را توفیق دهد که در غایبی در حق یکدیگر با دعاگو باشید و خدای مهربان سفرهای ما را هم که انشاءالله اراده ما بسیار سفرهای درازه چندین برادرها احتیاج یا نگاه دارن خدای سفرها را مبارک کنه و سفرهای بخیر کنه و دعا کنیم که خداوند از هر یک حدیث آیتی که میشنوند خدای مهربان برای اونا توفیق عمل کردن هم نصیب گرداند. اللهم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سلام علیکم. Шейх, можно попросить меня тоже дуа сделать? Аминь. آمین. Аминь. آمین. Аминь. Дорогие гости,